و با یک ضربه به قتل برسانید، چرا که من رو یک ضربه زدگی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران علی اسلام، قبل از همه در این روزی سعید، روزی مبارک، روزی با برکت و روزی اجابت دعا کنیم پروردگارا. امروز و همه روز و همه وقت و همه سال ما را مبارک با برکت بگردان. تمام نیکی ها و طاعت عبادت های ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگارا در این روزی سعید گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت، قبرهایشان را با نور رحمتت منور، روحهایشان را شاد بگردان. پروردگارا همه ما اهل خانواده و فرزندان و آیندگان ما را از بندگان صالح مصلح نیکی نکوکارت قرار بده. پروردگارا برادران ما که در مهاجرت مهنتی هستند، از تمام ضرر و خطر و گزند و فتنه ها در حفظ و حمایه و پناه خودت نگاهشان بدار. سالم و غانم و با عزت و با برکت به نزد پیوندانشان بر بگردان. پروردگارا در این روزی سعید، روزی اجابت دعا، کشور ما را همیشه آرام و آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. تمام بلا و وبا و فتنه ها را ببردار. فیض و خیر و برکتت را دائمی بگردان. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین و خصوصا همه این حاضرین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. خصوصا همه اونهایی که برای پیشرفت کار مسجد ها و این مسجد و مرکز مبلغ گذاری ها و مهنت و زحمت و مدتی هست که استادها کار کرده ایستادند، این همه مهنت و زحمت و مبلغ گذاری هایشان رو برایشان برکت و عزت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت برایشان نصیب روزی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران علی اسلام، موضوع موعظه امروزه ما در باره شناخت خطری عقیده افراطی، یعنی باید برادران مسلمان واقعی خیرخواهی اسلام و مسلمین و وطن و مردم و ملت و کشور باید بشناسیم و گروه های افراطی را هم باید حتمی بشناسیم تا اینکه فریب اونها را نخوریم. گروه های افراطی این گروه های نو نیست، حتی قبل از اسلام هم وجود داشتند. گروه های افراطی دینی قبل از اسلام در دین یهودیت و نصرانیت و قبل از اون در دیگر شریعت ها هم وجود داشتند. حتی در زمان پیامبر علیه السلام هم شخصانی خیلی متعصب تندروی که گویا که گفته های خدا و دین را عملی میکردن افراطی بودند. حتی نفر روز بعد تقسیماتی اون غنیمتی که به دست آورده بودن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اون را که تقسیم کردن، نفر پیش پیامبر علیه السلام آمد گفت که عدل کن داد زد به سرش، حتی آمد از گریبانش گرفت، از گریبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم. گفت از خدا بترس، اگر من عدل نکنم کی عدل میکنه؟ یاران پیامبر آماده بودن که جان خود رو برای پیامبر علیه السلام فدا کنند، خواستند که جزایش بدهند که گفت نه بگذارید به حالش میلش، این دین رو ندرست فهمیده است. زمان خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه گروهی از طرفداران از لشکریان حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت علی رو حکم به کفر کردن، نعوذ بالله. حالا ببینید تندروی دینی. و 3 نفری از خوارج، عبدالرحمن بن ملجم همونی که قتیل حضرت علی هست، رفتن این 3 نفر گویا که خدمت دین میکنن، گویا که از روی چیز افراطی دینی، زیاده روی
یعنی زیاده روی دینی ما برای چی میگوییم؟ افراطی و زیاده روی در دین ما چرا چنین میگوییم؟ به خاطر که چی است اصلی سببش؟ چرا یک عالم، یک دانشمند، یک نفری که دین رو خوب فهمیده است چنین تندرو و چنین زیاده رو نمی شود؟ به خاطر که دین رو میفهمد. و اینایی که تندرو می شوند به خاطر چی تندرو می شوند؟ برای که سواد نیست، کم سوادی درک و فهمی کج، کم سوادی و کج فهمی، کم سوادی و کج فهمی به بدبختی خود و بدبختی دیگر مسلمانان میبرد میرسوند. سواد نیست که دین رو درست بفهمند. به خاطری که دین رو درست بفهمند، همچنان که خدا و رسول خدا گفتگی است بفهمند، برای این چی لازم است؟ سواد، علم، معلومات، معرفت، خدا ترسی. خدا ترسی هم در نتیجه همین درک و فهم و علم به وجود می آید. اگر نداند از کجا از خدا می ترسد؟ این 3 نفر رفتن در خانه کعبه، 3 نفر از خوارجی ها، از همون تندروای یعنی طرفدارای حضرت علی بودن. وقتی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه با حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه آمدن صلح کردن، یعنی قصه خیلی دراز است، فتنه بود بینشون، صلح کردن تمام. از طرفداران حضرت علی رو به کفر حکم کردن، گفتن که کافر شد تمام. برای چی؟ به خاطر که صلح کرده است. و 3 نفر از اینا رفتن در خانه کعبه سوگند یاد کردن، گفتن همه مشکل ها و دشواری هایی که در عالم اسلام بین امت اسلامی هست سببش همین حضرت علی است، حضرت معاویه است، حضرت عمرو بن العاص. این هر 3 اینا یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین رهبری تمام عالم اسلام یعنی امت اسلامی بود. عمرو بن العاص یعنی چی بودن؟ حاکم مصر بودن، یکی از صحابه بزرگ پیامبر علیه شاگردان بزرگ پیامبر علیه السلام. و حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یعنی در عراق قریب گرد اطراف عراق حاکم بودن. این کم سوادی و کج فهمی این 3 نفر رو ببینید که در نزد خانه کعبه سوگند یاد کردن که ما این 3 نفر رو به قتل میرسونیم تمام. فکر کردن که با همین اکنون مسلمان رو برد میکند. بیدرک از اون که کافر شدن، در داخل مسجد خونی حضرت علی رو رزانیدن. مسلمان امیر المؤمنین داماد پیامبر علیه السلام، عمک بچه پیغمبر علیه السلام، یک شخصی که مجده به جنت داده شدگی هست، 10 مبشره میگویند 10 نفری که به جنت اشاره داده شدگی هست در زندگیشون پیامبر علیه السلام رفتن در منبر در وقت نماز، در نماز بامداد با شمشیرهای زهرآلود، اونی که قاتل حضرت علی بود نیت قتل این رو کرده بود، سوگند کرده بود، اینا وقت معین کردن. برای مثال بگیم 1 ماه بعد روزی فلانی در نماز بامداد در مسجد همین 3 نفر رو ما میکشیم تمام. اگر کشته هم شویم باشتره که بعد نماز رو در داخل مسجد خنجر زدم و گمانه که ثواب میگیره. تندروی کجفهمی و کم سوادی همین از به بدبختی و به کفر و به جهنم میبرد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو در فرقی طوری سرشون به شمشیر از عقیب در وقت سجده آمدن زدن. حضرت علی رضی الله تعالی عنه از زیاد رفتن، سر بود خب دیگه قریبی مغز، خون به زیاد رفت. با خود آمد گفت کی بودی؟ گفتن که فلانی دستگیرش کردیم. گفت اگر من زنده بمانم میدونم که چیکار کنم، یعنی جزایش رو من خودم میدهم. در روبروش ایستادگی بگو زنده نمیمونی، چرا که من خنجری من زهرآلود است رو میکشد در چند ساعتی. به انصافی تندروی رو بین، تندروی دینی. پیامبر علیه السلام در حدیث مبارک از عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث روایت شدگی هست که میگوید که ایاکم والغلو فی الدین فانما اهلك من کان قبلكم الغلو فی الدین. از زیاده روی در دین پرهیز کنید،
زیاده روی در دین حتی که پیش از امتهای پیش از شما رو هلاک و بدبخت و آواره و سرگردان و ناکام و بدبخت کردگی هست. غلو یعنی زیاده روی. ایاکم الغلو فی الدین. حالا اون گمان کرد که اکن تمام من کاری بزرگی کردم جنت میروم. بگو که زنده نمیمونید، چرا که خنجر من زهرآلود بود. گو اگر زنده نموندم قاتل من رو با یک ضربه بکشید اگر قصاص گرفتنی باشد. حضرت امام حسن و امام حسین وارث و فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین بودند و فرزندانشون توصیه دادند که من رو یک ضربه زدگی هست، با یک ضربه اگر که کشتنی شدید بعدی من اگر که من موندم خب دیگه کاری خودم یا میبخشمش یا چیکار میکنم این کاری من مبادا من اگر که گذشتم مردم فقط یک ضربه دو ضربه نزنید تا وقتی جزا. ولی که دیگر تا وقتی جزا وقت هست باید حکم براید دیگر حکومت داری ها سیزو میگویم در سیزو من میکنم گو زیر پایش نرم کنید، یعنی بالای سنگ توده و سنگ ریزه و این خوب نکند تا وقتی جزا، تا روزی جزا. از هر خوراکی که میخورید از همین خوراکی میخوردگی خود برای تامینش کنید. بینید در وقتی که رو شمشیر زهرآلود بدن سوخته ایستاده است، خون ریخته ایستاده است، دشمنش در روبروش هست، یعنی این است اسلام، این است رحم شفقت، این است عدل و انصاف. کی را گفته ایستاده است؟ قاتل خود رو. زیر پایش رو نرم کنید. از خوراکی که میخورید تا روزی جزای است از خوراک خود ببرید. مبادا یگان خوراکای بی صفت یا فساد شده ویران شده ندهید. از خوراکی که خود میخورید تا وقتی جزا از همون خوراکی خود بدهیدش و با یک ضربه به قتل برسانید، چرا که من رو یک ضربه زدگی است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه از دنیا گذشتن، گفتن که در روز قیامت نزد پروردگار با این من خود حساب میکنم، دیگر زیاد شما عذابش نکنید. یک ضربه زدگی است، در عوض یک ضربهش یک ضربه من مردم، یعنی یک ضربه قاتل که به قتل. بعد وفاتش حضرت امام حسن یعنی با مشورت و نصیحت حکومت داران دورش کشیدن. سبکترین مرگ، سبکترین جزا این همون دور است که در چند ثانیه جانش میبراید تمام. و سبکترین جزا جزایش دادن و وزنین ترین نی. حالا یکی از کمپیره که خریب زیاده خشت تبار 90 سال زیاده چشمش کور شد. من گفتم نیم آقا جان چشمی کور شود خبرگیری آمد اگر دیدی جراحت و دیگر پروردگار چشمش کور کنه دیگر. من گفتم نه بگو هدایتش کند. از کور شدن ما فایده نمیبینیم، هدایتش کند عبادت کند ما ثواب میگیریم. همونی که خونه که در مسجد ریخت چند که ریخت و این همه اجر دارد، بی اجر نیست. ما نمیشناسیمش، نه پدرش نه مادرش. پدرش معلم گفتن، مادرش هم فروشی هم مکتب گفتن. یک گروه، یک مجموعه جوانوی کم سوادی کجفهم گویا که خدمت اسلام کردن. همین گروه های تندرو اصلشون رو ببینید مسلمان نیستن. اینا رو با واسطه اینترنت شبکه‌های اجتماعی دعوت میکنند. از پیش دیدگی نیستن همون آدمایی رو که اینا رو دعوت کردند و راهنمایی کردند و سفارش دادند، اینا انجام دادند یا که مبلغ‌های معین وعده کردند، از پیش دیدگی نیستن اصلا. پس اون اینترنت چی هست نمیدونم. تندروی و کجفهمی و کمسوادی رو ببینید که حالا بابا با پس خودش خدا هدایتش کند. فکری همین مادرش نکرد که چقدر عذاب میکشد همون مادر تا این حساب کتابش تمام میشود. یا دیگرانش هم که باشند چند نفر. تندروای دینی همین هستند. مسلمان نیست. اثبات شد، تاریخ اثبات کرد، واقعیت روز تاریخ یعنی وقت اثبات کرد که سلا و کلا و ریش بعد معلوم شد بعدی وفاتش که بعدی سنجش‌های زیاد اصلا مسلمان نبوده است. مسلمان نیست. به خاطر چی؟ به خاطر پراکنده کردن جمعیت مسلمان. مقصد اینو همین است. همین گروهایی که تندرو هستند، تکفیریایی که هستند، شما دیدید که یگون کافر رو کشته باشند؟ در یگون جا دیدید که غیر مسلمان کشتن؟ نه، هیچ ممکن نیست.
از روز ابتدای وجود آمدنشان تا به حال مسلمان میکشند، نمازگزار میکشند، مسجدها میترکونند. هم خلاص نیست. پس باید مسلمان آگاه باشند. در کجا همینا به منفعت اسلام کار کردند، فقط جمعیت و جامعه مسلمانی رو پراکنده میکنن، پریشان میکنن، خراب میکنن، به آتش میزنن و خاک یکسان میکنن. همین است این گروه های تندرو. از همین گروه های تندرو یک نفرش رو میشناسم، ما میشینیم صحبت میکنیم، کارش فقط علم دین رو تنقید کردن است. رنگش هم سیاه و کبود، در چهرش نور ایمان نیست، نور دین نیست. کارش فقط تنقید خادمای دین، فقط تنقید مسلمان، دیگر کاری دیگر ندارد. جزا هم گرفته است، باز هیچ عبرتش نمی شود. یعنی اگر ساده و سفته و آشکارتر بگویم، یک شیطان در صورت انسان در بین مسلمان برای بدبخت کردنی، برای پریشان و کنده کردنی مردم مسلمان، دیگر کاری دیگر ندارد، دیگر وظیفه دیگر ندارد. همین از وظیفه‌اش پراکنده کردن جمعیت و جامعه مسلمان، شک و شبهه آوردن در عبادت و در زندگی برای مسلمان. اینش بدعت است، اینش کفر است، اینش شرک است، اینش این است، اینش این است. فقط مردم مسلمان رو آواره و شکاک، تمام، دیگه چیکار کنم نمیدوند. مردم مسلمان رو حیران میکند. و این اسلام نیست. گروه افراطی خطرشون خیلی زیاد است. باید که گروه افراطی، تندروی، تکفیری و دیگر همه اونا رو باید خوب بشناسیم. خداوند هدایتش کند. خداوند هدایتش کند. اونم هیچ وقت از پدر و مادرش مصلحت نپرسیده است. من فکر میکنم و باوری هم دارم که پدر و مادرش رو مصلحت نپرسیده است که من بروم مفتی جمهوری رو به قتل برسونم. اگر میگفت هرگز اون پدر و مادر اجازت نمیداد، لیکن کار کردگیش رو کرد. وقتی که مرگ نباشد گاه میبینید که از یک حالتهای انسان حیات زنده میماند که هیچ عقل باور ندارد. گاه صدمه ها رخ میدهد، میگن که همینجا آدم برآمده است خروش ندارد، هیچ عقلت نمیرسد. میگه مرگ باشد در جگه نرم و گرم جان به حق تسلیم میکنید میروید. تمام همین است. منم پرسیدم برادرها چیکار میکنم؟ خداوند هدایتش کند. تمام هدایتش کند، ما ثواب میگیریم. حالی که کور شود یا که دیگر شود، باز درد سر همین ملت و با همین سرزمین همین کشور. خداوند عزوجل میفرماید استعیذ بالله من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. پروردگار در این آیه کریمه سعادت دنیا و آخرت مؤمن رو تشجیع و ترغیب میکند و میگوید هر انسانی که عمل صالح انجام بدهد، چه مرد باشد چه زن باشد، و هو مؤمن و ایمان هم دارد، عمل صالح انجام میدهد و عملش رو با بهترین راه و بهترین شیوه و یعنی بهترین شکل و صورت انجام بدهد، چه عبادت باشد چه اسلوب باشد، هر وظیفه‌ای که داشته باشد کار و وظیفه‌اش رو و بهترین حالت انجام بدهد. حالا ببینید بعضی استادایی که کار میکنن بهترین حالت، یعنی هر چی که توان و مهارت دارن استفاده میکنن، نوابسته از اون مبلغی که شرطنامه کردگی هستن اون مبلغ کم میدهن یا زیاد میدهن و اون مبلغ به اون اجر یا که به اون مزدی که قرارداد کردگی است به اون نظر نمیکنن، اون براش اهمیت ندارد. کاری رو انجام میدهد به بهترین حالت انجام میدهد، خداوند عزوجل به اون اجر میدهد، سعادت میدهد، عزت میدهد، خاطر جمعی میدهد، عزت دنیا و آخرت رو میدهد. و مسلمان هم باید همین باشد، عبادت انجام میدهد باید با تمام وجودش. نماز اومدیم با خود کارد نیاریم و کسی رو خنجر نزنیم یا که پایافزال ندزدیم، با تمام وجود وقتی که عبادت رو انجام بدهیم پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو برات میدهد. عبادت انجام میدهید یا که کار انجام میدهید وابسته هستید، خود ساختمانچی باشد، خود راهساز باشد، خود باغبان باشد، خود عمارتچی باشد، اگر همون استایی که کار میکند تمام مهارتش رو استفاده کند
به نظر داشتی اون مبلغی که موافقه کردگی است که وعدهش دادگی هستند اون مبلغ رو به نظر نگیرد، پروردگار چند برابر از جای دیگر برایش برکت میدهد. میبینید که چقدر زندگی با برکت دارد. لیکن میگه ولی که چون کم داده است بیش من میگم فند فریبش کنم، بعد با مرم سراغ کند هر وقت در کار شوم، بعد دیگه خوب مستحکم که بیاد من دیگه سراغم نکنم. یا گوشه شوخی میکرد خونه کار کرد، گفتم برادر چانس میشد مهنت بود لیکن کار تا مستحکم نگو شما بته ما که کار با ما در کارشم که با فیرادون کنی هر وقت که بیو که با ویران شده است، ولی که خوب مستحکم که کردم که من دیگه من سراغ نکنی دیگه من چی در کار میشم کی در کار میشم. باید هم خیلی باشد که گو من سراغ کنید که استوبیو که ویران شده است. نه مسلمان این کار را نمیکند، این خیانت است، برای همین برکت نمییابد. ببینید دویم شکایت از زندگی شکایت دارد. اگر کارش رو با تمام با بهترین حالت اگر انجام بدهد باور کنید از میلیون خریدار پیدا میکند که استاد اومدی بود کردی بیو هم خلاص یا نیست. همه میگریزد از فریب کار و برکت هم نمییابد. فریب کار مسلمان باید که چنین باشد، استوار مستحکم باشد در دینداریش، در ایمانداریش، در مسلمانیش، در زندگیش، در یعنی عهد و پیمانش، در همهش باید که با وفا با عهد و پیمان باید باشد و هر کاری رو که انجام میدهد به بهترین حال باید انجام بدهد. در همین صورت کامیاب و موفق می شود. برای چی مسلمانان ناکام هستند؟ برای که به عهد و به وفا و به پیمان شدگی هستند، دیگر عهد و پیمانشون نمانده است. برای این بدبختی میارد، به برکتی میارد، خواری و ذلیلی میارد. مسلمان هرگز هیچ کسی رو فند و فریب نمیکند. فند و فریب کردن معنای دیگران رو فریب کردن نیست، خود رو فریب کردن است. ولی اون فریبی میکند، فریب کردگی فکر میکند که من اون رو فریب کردم، نه، خود رو فریب میکند و خود خیانت میکند و دیگران خیانت نمیکند. انسان مسلمان هر عملی که انجام بدهد اون عملش برای خودش برمیگردد، چی نیک باشد چی بد باشد. هیچ ممکن نیست اون عملش به خودش برنگردد. برای همین میگویند که نیکی انجام دادی نگو به فلانی نیکی انجام دادم، بگو که الحمدلله برای خودم نیکی کردم. حالا بعضی متاسفانه از روی بی‌درکی یا ضعیف ایمانی هست که میگه اون نامرد فلانی را اینقدر یاردم کردم، این کردم، اون کردم، این کردم، هیچ نادم است یک بار بی‌ندارگی نمیکند. مؤمن مسلمان هر عبادتی و هر کاری رو که میکند از برای خدا میکند، از برای فلانی نمیکند. وقتی که برای فلانی کردی تمام، حتی پروردگار فرد روز قیامت میگه حالا بنده مؤمن در جای سختی، حالا اونی که نیکی ها انجام داده اگه هست در روز قیامت دعوا میکند، میگه پروردگار من این کردم، دیگر کردم، فلان کردم، چقدر کار کردم. پروردگار میگه برای کی کردی؟ برای کسی کردی، از همون بگیر اجرت رو. حالا همین گروه تندروی که دویم ولوله و گیج میکنن، یک بار فکر نمیکنن که هر سخنی گفتگیشون جواب دارد و هر یک سخنی گفتگی و هر یک تهمتی که میزنن نسبت دیگران، دروغ، تهمت، بهتان، پروردگار از هر کلمه و از هر قدم و از هر سخن میپرسد، جوابگری دارد، لیکن از خدا نمیترسند. تمامی بهتان و تمامی دروغ و تمامی اغوا و تمامی فتنه رو میکنند. اگر از خدا بترسن حذر نکنند، لیکن نمیترسند. چرا نمیترسند؟ برای که اینجا ایمان واقعی نیست. نماز هم میخونن، او نمازی واقعی، سجده ریایی است، نمازی ریایی است، برای همین تأثیرش نمیکند. برای این بنده مؤمن تا هر کاری که انجام میدهد برای حتی همسرت مهربانی نسبت همسر، تربیه فرزند کردی، برای فرزندت سر لباس خریدی، فی سبیل الله بگو، از برای خدا. بهترین صدقه و بزرگترین اجر و پاداشی را که پروردگار برایت میدهد، همون خورد خوراکی برای فرزندت تامین کردی، سر لباسی که برای فرزندت خریدی تامین کردی، همین بهترین اجر و پاداشی عظیم پروردگار برایت میدهد.
شروع فکر میکنن که صحبت گفتیم که خیلی اجر دارد، تو برای فرزند خودم بخریم اجر دارد؟ کرچکا و پیاز و همون روغن و دیگر و برنجی که میخریم از برای خدا، اجری رو که برای اهل و خانواده، یعنی هر چیزی که تامین میکنید برای اهل و خانواده، اجری رو که پروردگار در این وضعیت میدهد، در هیچ نمودی صدقه دیگه حتی برای دیگر یتیم اون رو نمیدهد. چرا که اون فرزندی خودت غیر از یک دیگر پدر ندارد، یک پدر دارد. اهل خانواده فقط نیاز به خودت دارد. اونا احتمال است که چند طرف به اونا کمک برسد، لیکن برای اهل خانواده خودت از غیر از خودت دیگر هیچ کس کمک نمیکند. هم خلاص یا نیست؟ وقتی که هر چی که کردی از برای خدا کردی، پروردگار اون رو اجرش رو چند برابر برایت میدهد. اجر دارد. مهم اساس باید که نیت مؤمن نیک باشد، خالص باشد، از برای خدا باشد. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حضرت ابراهیم علیه السلام میگه صدق الله العظیم، حیات من، زندگی من، عبادت من، همه وجودی من، بود شدی من، همه از برای پروردگار لله رب العالمین. در همین صورت پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو میدهد. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اجر پاداشی زیاده برایش میدیم در عوض این نیکی‌هایش میگه، چه مرد باشد چه زن، مؤمن به احسن ما كانوا، بهترین اجر. بهترین اجر و پروردگار در کدام صورت میدهد، در کی میدهد، در کدام وقت میدهد؟ در همون وقتی که بنده مومن چه عبادتش، چه استاگیش، چه هر کاریش که میکند انجام میدهد و بهترین شکل انجام بدهد، پس بهترین اجر رو میگیرد. پروردگار بهترین اجر رو میدهد وقتی که انسان با تمام مهارت و با تمام قابلیت و توانش کاری رو که میکند، وظیفه‌ای که دارد، چه امام است، چه امام خطیب است، چه استاد است، چه طبیب است، چه راهساز است، چه خانه‌ساز است، با تمامی، یعنی تمام مهارتش رو در همون کاری خود استفاده میکند، پروردگار بهترین اجر برایش میدهد و عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت برایش میدهد. هیچ سخن، هیچ قدمی اگر نیک باشد به اجر نیست. سخن و هیچ قدمی اگر بد باشد به عذاب نیست. داره که این وعده پروردگار است و پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلافی نمیکنه. پروردگار خود میگوید استعیذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همه این حساب دارد، نزد پروردگار حساب میدهد. همه در همین باید مسلمان تمام عملش رو، عبادت، زندگی، کسب، هنر، کار به بهترین صورت باید انجام بدهد. در نتیجه پروردگار بهترین اجر برایش میدهد، هم در دنیا و هم در آخرت. اجر فقط در آخرت نیست. یکی از بهترین اجر و بهترین نعمت برای مسلمان این اخلاق خوب است. اخلاق، آداب خوب. دعا کنیم پروردگار همه اون جوانایی که از ما گروه‌های بدخواه گمراه کردند و کج‌فهمی و کج‌سوادی و کم‌سوادی و کج‌فهمی و گمراهی رو در ذهن اینا جا کردن، همه اینا رو پروردگار هدایت کن. پروردگار اون بدخواهان اگر لایق هدایت باشد هدایتشون کن، لایق هدایت نباشد خودت سرشتهشون کن. پروردگار همه ما و اهل خانواده و جمله مؤمنین و امت اسلامی رو از تمام آفت و ضرر و خطر در پناه اسمت خودت نگه بدار. بین امت اسلامی و خصوصا تمامی مردم ما، ملت ما، کشور ما، همه مردم یکدیگر فهمی و یکدیگر قدرکنی و محبت و اخوت و دوستی رو زیاده و برزیاد بگردان. بیماران را شفای کامل و عاجل عطا فرما، قرضداران را از قرض و خجالت نجات بده، مشکل داران را مشکلی هایشان را برطرف، همه حاضرین را پروردگار در کسب و کار و رزق و روزی و عمل و مهنت و زحمتشان برکت عطا فرما، سعادت و برکت و عزت دائمی دنیا و آخرت نصیب روزیشان بگردان.
پروردگارا خصوصا همه اون استادایی که در اینجا کار کرده ایستادند و مبلغ گذاری که مبلغ گذاری کرده ایستادند برای آبادی خانه خودت، عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت برایشان نصیب روزی بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.